غذای فوری که با بادمجون درست میشه. همراه من لازم: بادمجون ورقه‌ای، پیاز نگینی، گوجه خرد شده، ادویه. بادمجونا رو که به صورت ورقه‌ای برش زدم روش کمی نمک میریزم. 10 دقیقه تو آب نمک قرار میدم. بعد از 10 دقیقه توی آب نمک مون، بادمجونا رو قبلا شستم. آبشو کاملا میگیریم، روی این پارچه پهن میکنیم خشک بشه. برای اینکه بادمجونا زودتر خشک بشه، به این صورت یه پارچه دیگه روش میذاریم، خشک میکنیم. بادمجونا رو داخل روغن داغ سرخ میکنم. بادمجونای سرخ شده رو روی کاغذ روغنگیر گذاشتم. پیاز نگینی رو هم داخل تابه میریزیم، سرخ میکنیم. زردچوبه میریزم با کمی نمک. پیاز که کمی تفت خورد، گوجه های خرد شده رو داخلش میریزم. گوجه ها که کمی تفت خورد نرم شد، بادمجونای سرخ شده رو روش میذارم. حرارت رو کم میکنیم، درش رو میذاریم. دیگه کمی که بادمجون و گوجه پخته شدهش، میتونیم اینو لهش کنیم. حالا با پشت کفگیرتون هم میتونید. غذای خوشمزه و فوری ما آماده شد. من توی ظرف میکشم با نون و ماست. بسیار خوشمزه و لذیذه. غذای فوری ما که با بادمجون درست شد آماده شده. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. ممنون از اینکه همراه هم بودید.